تعریف مشرک از دیدگاه آخوند رافضی. مشرک چی آقا؟ قرآن خطکش داده. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قرآن خدا نمی بخشاید کسی رو که به او شرک بیاورد. شرک یعنی چه؟ یعنی کسی رو در عرض خدا کسی حساب براش باز کن. عیسی در عرض خدا شرک، خاتم الانبیا در عرض خدا نیست، شرک است. خاتم الانبیا بنده خداست. این مرحله توحید. پس اگه کسی رو در عرض خدا بیاری میشه مشرک. بله، گوشاتون رو وا کنید. اگر کسی، بیان امیرالمؤمنین است، فرمود اگر کسی غیر پیغمبر رو در عرض پیغمبر قرار بده، غیر پیغمبر یعنی کسی ابراهیم رو در عرض رسول الله قرار بده، موسی رو در عرض پیغمبر حساب براش باز بکنه، امیرالمؤمنین فرمود مشرک است. و ان الله لا یغفر ان یشرک به. بعد فرمود اگر کسی غیر ما را در عرض ما قرار، غیر ما یعنی اگر کسی ابراهیم رو در مستوای امیرالمؤمنین قرار بده، بگه ابراهیم در عرض علی می باشد، میشه شرک بالله. یعنی اگه کسی ابراهیم رو در مستوای امیرالمؤمنین قرار بده، بگه ابراهیم در عرض علی می باشد، میشه شرک بالله. بینندگان محترم، جای بسی شگفتی است که از زبان یکی از آخوندهای رافضی سخنی در مورد شرک و مشرک شنیده شود، اما مشاهده نمودید که این آخوند در مورد شرک صحبت نموده و آن را چنین تعریف می کند: شرک یعنی کسی را در عرض خدا قرار دادن، یعنی پیغمبر را در عرض خدا قرار دادن و یا غیر پیغمبر را در عرض پیغمبر قرار دادن و یا یکی از پیغمبران مثلا ابراهیم علیه السلام را در عرض امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه قرار دادن شرک بالله است. یعنی میخواهد بگوید که علی رضی الله عنه نعوذ بالله مثل خداست و مرتبهش از پیامبران بالاتر است، لذا هر کس یکی از پیامبران را در عرض ایشان قرار دهد مشرک می شود. این است تعریف شرک و مشرک از دیدگاه آخوندان رافضی. اما ببینیم قرآن کریم شرک و مشرکین را چگونه تعریف می کند. معنی لغوی شرک شراکت و سهیم بودن در کاری است. الله متعال از زبان موسی علیه السلام می فرماید: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. و از خانواده ام وزیر و یاوری برایم قرار بده، برادرم هارون را، پشتم را با او استوار ساز و او را در کارم شریک و سهیم بگردان. و نیز به معنی نصیب و حصه و برابری می آید. اما در اصطلاح شرعی شریک کردن مخلوقات با الله در هر آن چیزی که مختص الله تعالی است. الله متعال می فرماید: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. و آنان که بجز الله به فریاد می‌خوانید مالک پوست نازک هسته خرما نیز نیستند. اگر آنان را بخوانید دعا و خواسته شما را نمیشنوند و اگر بشنوند پاسختان را نمیدهند و روز قیامت شرک شما را انکار میکنند و هیچ کس مانند پروردگار دانا تو را از حقایق و فرجام امور با خبر نمیسازد. الله متعال در این آیه و آیات بسیار دیگر کمک خواستن از غیر خود را شرک معرفی نموده. می‌فرماید: و یوم القیامت یکفرون بشرککم. و روز قیامت شرک شما را انکار می‌کند. و این شرک همان کمک خواستن از آنها بوده است، چرا که فریادرسی به مخلوقات یکی از صفات خاص الله متعال است.
جناب حجت الاسلام، در کجای قرآن آمده است که اگر کسی یکی از انبیا علیهم السلام را در عرض امام علی رضی الله عنه و یا یکی از ائمه قرار دهد مشرک نامیده می شود؟ اصلا این آیه که شما تلاوت نمودید علیه ادعای شماست. الله متعال می فرماید إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. همانا الله این را که به او شرک ورزند نمی آمرزد و جز شرک را برای هر که بخواهد می بخشد. لفظ یشرک بهی بر این دلالت دارد که شرک مختص اوست، یعنی کسی شخصی و یا چیزی را در صفتی شریک الله متعال قرار دهد، فقط او مشرک نامیده می شود. البته این برگرفته شده از عقیده پوچ و بی اساس آنهاست که مقام امامت را والاتر از مقام نبوت می دانند، حال این که الله متعال از انبیاء زیادی نام برده فضیلت و برتری آنها را بیان می کند، اما از ائمه نه نامی است و نه برتری. چنانچه در سوره مبارکه انعام بعد از ذکر نام 17 پیامبر بزرگوار در آیات 83 تا 86 در آخر می‌فرماید وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، و همه را بر جهانیان برتری دادیم. در آیه 90 ما را به اقتدا به آنها امر می‌نماید. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ایشان کسانی هستند که الله هدایتشان نموده است، پس از شیوه آنها پیروی کنید. آیا به نظر شما این افراط و غلو در مورد امام علی رضی الله عنه نیست؟ آیا بهتر نیست به جای این خرافات دنبال رو راه امام علی رضی الله عنه باشیم که همان راه قرآن و سنت و راه صحابه است؟ آیا وقت آن نرسیده که شیعیان محترم چشمهای دلشان را باز کرده و به توحید برگردند و به امت بزرگ اسلام بپیوندند و پشت به خرافات نمایند و مانند سایر مسلمانان دوستدار علی و اهل بیت باشند، بدون اینکه در حق آنان غلو کرده گاهی به حد خدایی برسانند و گاهی آنها را بر انبیاء الهی برتری دهند؟